پرفروش‌ترین ماشین‌های تاریخ رو میشناسید، ماشین‌هایی که کل جاده‌های دنیا رو فتح کردن. رتبه پنجم هوندا سیویک، ماشینی برای همه، هم جوونا عاشقشن، هم پیرمردا ازش دل نمیکنن. سدان اقتصادی کم مصرف و با دوام ژاپنی که از سال 1972 تا حالا تولید میشه و بیش از 27 میلیون دستگاه فروش داشته. انتخاب ایدئال برای استفاده شهری و حتی تیونینگ. رتبه چهارم میرسه به فولکس واگن بیتل یا همون فولکس قورباغه. خودروی کلاسیک با طراحی خاص که از دهه 30 تا اوایل 2000 تولید شده و با فروش بالای 31 میلیون دستگاه به نماد سادگی و دوام معروف. در رتبه سوم فولکس واگن گلف قرار گرفته. هاچبکی جمع جور و اسپورت که از سال 1974 تا کنون با فروش بالای 35 میلیون دستگاه توی اروپا و بازار جهانی همیشه محبوب، مخصوصاً مدل GTI. رتبه دوم میرسه به فورد سری F، وانت قدرتمند آمریکایی که از سال 1948 تا الان بیش از 40 میلیون دستگاه فروخته. جالبه بدونین که این ماشین پرفروش‌ترین خودروی تاریخ در آمده. در صدر پرفروش‌ترین های تاریخ یه سدان ساده اما افسانه‌ای قرار داره. تویوتا کرولا با فروش بیش از 50 میلیون دستگاه در سراسر جهان، ترکیبی از قیمت مناسب، کیفیت بالا و مصرف سوخت پایین که از سال 1966 تا به امروز همیشه انتخابی مطمئن بوده.